توی ویدیو قرار ساختار بافت استخوانی با هم دیگه کار کنیم. بافت استخوانی متراکم و بافت استخوانی فشرده. این شکل مهم کتاب درسی. علاوه بر این قراره نکات ترکیبی اون که هم مربوط به سال دهم و هم مربوط به سال 11 فصل جلوتر از این فصل رو با هم دیگه کار کنیم، مثل توزیع مغز استخوان، نکات ترکیبی مربوط به ایمنی، مربوط به تولید مثل با هم دیگه کار کنیم. پس به هیچ وجه این ویدیو رو از دست ندید. سلام رفقا، به چنل یوتیوب من خوش اومدید. توی این ویدیو قراره ساختار بافت استخوانی با هم دیگه کار کنیم. همونجوری که توی پارت قبلی دیدید مبحثی که قراره کار کنیم. چی میگیم توی این مبحث؟ میگیم که استخوان یه بافت پیوندیه. 6 تا بافت پیوندی ما داریم که یکی از اون بافت پیوندی استخوانه که در واقع سخت‌ترین بافت پیوندی که داریم بافت پیوندی استخوان هست. حاوی از سلول‌های استخوانی و ماده زمینه‌ای هست که توی این بافت استخوانی به سلول‌های استخوانی اصطلاحاً تیغه استخوانی هم میگن. ممکنه توی متن ببینید. هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی تشکیل شده: بافت استخوانی فشرده، بافت استخوانی اسفنجی. اسم دیگه بافت استخوانی فشرده بافت استخوانی متراکم هم میگن. میزان و نحوه قرارگیری هر نوع این بافت‌های استخوانی در هر کدوم از استخوان‌ها متفاوت است. مثلا استخوان کوچیک، استخوان‌های پهن، استخوان‌های منظم، استخوان‌های دراز، انواع استخوان‌ها داریم و مقدار نحوه قرارگیری هر کدوم از این بافت‌ها هم متفاوته. حالا بریم سراغ بافت استخوانی فشرده یا هم متراکم. از واحدهای به نام سامانه یا سیستم هاورس تشکیل شده. حالا شما می‌پرسید سیستم هاورس یا سامانه هاورس چیه؟ میگید به صورت استوانه‌های هم مرکز از یافته‌های استخوانی همون تیغه‌های استخوانی تشکیل شده که توسط ماده زمینه‌ای احاطه شده. حالا می‌پرسید ماده زمینه‌ای ترکیبش چیه؟ ماده زمینه از پروتئین‌های مانند کلاژن و مواد معدنی مثل کلسیم، فسفر ساخته شده. موقعیت رگ‌ها و اعصاب در استخوان فشرده چگونه است؟ اعصاب و رگ‌ها درون مجرای در مرکز هر حلقه ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می‌کنند. تصویر جلوتر ببینید. این هم یکی از تصویرهایی که توی کتاب درسی شما نداده، ولی خب تصویر واضح و مناسبی هست برای این کار. شما اینجا درون مجرای هر حاوز هم سرخ رگ می‌بینید، هم سیاه رگ می‌بینید و بدونید که درون این مجرا رگ لنفی هم وجود داره. جدا از سیاه رگ و سرخ رگ لنفی هم وجود داره که باعث ارتباط این محیط با محیط بیرونی خودش میشه. یه سری از کانال‌های ارضی هم وجود داره که میاد ارتباط میده این سامان‌ها رو به یکدیگر. بریم سراغ ادامه کار. سطح داخلی و خارجی استخوان فشرده از چه بافت‌هایی تشکیل شده؟ سطح درونی استخوان بافت اسفنجی وجود داره. سطح خارجی استخوان رو بافت پیوندی دولایه احاطه کرده. شکل بار دیگه بریم ببینیم. شکل میبینید. این بافت استخوانی اسفنجیه و این لایه دو لایه پیوندی که بیرون قرار داره. توی این تصویر زیاد واضح نیست اون دو لایه پیوندی، ولی توی تصویر کتاب واضح کامل. ادامه کار چی میگه؟ میگه رگ‌ها و اعصاب استخوان چگونه بیرون ارتباط دارن. رگ‌ها و اعصاب از راه کانال‌های بیرون ارتباط دارن. این همون کانال‌های ارضی هستن که باعث ارتباطشون میشه. و یه خب سوای این کانال‌های ارضی که میاد خود سامانه هاورس با هم دیگه اتصال میده، یه منفذی وجود داره، یک مجرای منفذی وجود داره که باعث این میشه که خارج بشن، به خارج از استخوان، با خارج استخوان ارتباط پیدا کنند. من تصویر رو بیارم. توی این تصویر بتونید از یکی از شکل‌ها واضح تر ببینید و این مشکل حل بشه. ببینید این دو لایه بافت پیوندی که شما دارید می‌بینید، همون دو لایه بافت پیوندی که گفتم بیرون استخوانه. اون بافت اسفنجی که الان داشتیم صحبت می‌کردیم که درون استخوان دراز وجود داره. این هم سامانه‌های هاورس هستن. این تیغه استخوان‌های هم مرکزه که وسط اون بافت سیاه رگ و سرخ رگ رو می‌بینید، رگ‌های خونی. یه سری کانال‌های ارضی داره که خود همین‌ها رو میاد با هم دیگه اتصالشون میده و دیگه یه شکل دیگه پیدا کنیم و توی شکل زیاد واضح نیست
اون تصویر چیزی که من میخوام بهتون بگم. متن کتاب آخر تصویر میارم آخر ویدیو و اونجا بهتون میگم، مشکلی نیست. خب رگ‌ها و اعصاب استخوان گفتیم چگونه با هم دیگه با بیرون ارتباط دارن. از طریق یک مجرای، از طریق یک کانالی و بیرون ارتباط داره. توی شکل کتاب واضح پیداست این نکته‌ای که دارم. در حد فاصله بین دو تا سامانه هاورز شما میتونید چی ببینید؟ میتونید ماده زمینه‌ای و یافته‌های استخوانی رو ببینید. میتونید هم ماده زمینه‌ای و هم یافته‌های استخوانی رو ببینید. تو این تصویر کاملا واضحه. ببین در حد فاصله بین دو تا سامانه هاورز شما یافته‌های استخوانی رو میبینید، ماده زمینه‌ای هم میبینید. شکل دیگه من بیارم، همین شکل رو میبینید. اینا سامانه‌های هاورز هستن که همینجور که داریم میبینید ابعادشون هم متفاوته، یکی کوچیک‌تر یکی بزرگتر. بین این سامانه‌های هاورز شما دارید یاخته استخوانی رو میبینید، ماده زمینه‌ای رو میبینید، همینجوری که الان دارم میگه. پس یاخته استخوانی میتونه هم درون سامانه هاورز باشه و هم خارج اون قرار داشته باشه. یادتون باشه که مجرای هاورز، چیزی که الان داریم میگیم، با مجرای همین چیزی که الان داریم میگیم که درون سرخ رگ و سیاه رگ و رگ لنفی وجود داره، تلانش صحبتش میکردیم، با مجرای مرکزی استخوان اشتباهش نگیرید. مجرای مرکزی یک کانال بزرگ مرکزی درون استخوان‌های درازه که یک عدم هست، معمولاً و در شرایط عادی با مغز زرد استخوان پر شده، اما مجرای هاورز در بافت استخوانی متراکم چند عدد هست و این هم درون هر سیستم هاورزی وجود داره. این میشه مجرای هاورز. اینجا میشه چی؟ مجرای مرکزی. سطح درونی تنه استخوان رو گفتیم بافت اسفنجی وجود داره. سطح خارجی اون که گفتیم توی شکل واضح نیست ولی میدونید که بافت پیوندی متراکم تشکیل شده. تو بافت پیوندی رشته‌ای دولایه. رگ‌ها و اعصاب طریق مجرایی با بیرون ارتباط دارند. بریم سراغ بافت اسفنجی. ولی قبل از که بریم سراغ بافت اسفنجی من میخوام یه سوال از شما بپرسم. گفتیم ماده زمینه‌ای از مواد مثل کلاژن و کیسان و مواد معدنی مثل کلسیم و فسفات تشکیل شده. حالا از شما یه سوالی دارم. آیا هر ماده‌ای که در ماده زمینه‌ای استخوان‌ها وجود داره توسط یافته‌ها ترشح و تولید شده؟ یه بار دیگه گوش کن. آیا هر ماده‌ای که در ماده زمینه‌ای استخوان‌ها وجود داره توسط یافته‌های استخوانی تولید و ترشح شده؟ یه در موردش فکر کن. جوابش میشه خیر. چرا؟ توجه کن که فسفر و کلسیم که در ماده زمینه‌ای استخوان‌ها وجود داره توسط یافته‌ها تولید و ترشح نمیشه، از محیط خارج گرفته میشه. این نکته مهمیه، بهش توجه کنید. بافت استخوانی اسفنجی، بافت استخوانی دومی که میریم سراغش. بافت استخوانی اسفنجی بافت از میله‌ها و صف‌های استخوانی تشکیل شده و بین اونها حفره‌های زیادی وجود داره که توسط رگ‌ها و مغز استخوان پر شده. حالا مغز استخوان چیه؟ بافت نرمیه که درون استخوان رو پر میکنه و شامل مغز قرمز و زرد. دو تا مغزه، مغز قرمز و مغز زرد. حالا مغز قرمز لکنت گرفتم. بذار من یکی دیگه برم جلو ببینم اینجا قرار دادم یا نه. نه اینجا نیست. اوکی. حالا از شما میپرسم مغز قرمز چیه؟ مغز زرد چیه؟ حالا دو تا سوال وجود میاد. بدونید که مغز قرمز استخوان که توی بافت استخوانی اسفنجی دیده میشه حاوی یافته‌های بنیادی خونساز هستن. حالا از شما یه سوال میپرسه که این مغز قرمزی که حاوی یافته‌های بنیادی خونساز هست کجا قرار نداره؟ یه بخش میگیم کجا قرار داره که الان گفتیم درون اون حفره‌های بافت استخوانی اسفنجی رو میاد پر میکنه. حالا یه جور دیگه سوال ازت میپرسیم کجاها قرار نداره، کجا یافت نمیشه. جوابش چیه؟ مغز قرمز استخوان کجاها یافت نمیشه؟ درون بافت استخوانی متراکم یا همون فشرده خب یافت نمیشه چون توی بافت استخوانی اسفنجی وجود داره. مجرای مرکزی سامانه هاورز هم وجود نداره چون اونجا کلا هیچ مغز استخوانی وجود نداره، چه زرد چه قرمز، چون توسط رگ‌های سیاه رگ و سرخ رگ و رگ لنفی پر میشه. حالا اعصاب هم وجود داره ولی دیگه
مغز استخونی وجود نداره توی مجموعه سامانه‌های هاورتز، به خاطر اینکه اونها اصلا ندارن دیگه، به خاطر نداره. همونجور که توی شکل میبینید، شکلایی که گذاشتیم متوجه میشید که اصلا مغز استخون ندارن. یه حفره مرکزی تنه استخون رو شامل میشه که مثل استخون راند که گفتیم این حفره مرکزی و مغز زرد شاملش میشه، ولی این یه استثناء داره و یه نکته مهمی داره. توی اینجا براتون ننوشتم، لطفاً شما که دارید وارد کتاب یا جزوهاتون میکنید روی یک ورقی مینویسید، اینجا جلوش ستاره بزنید، نکته مهم رو اضافه کنید. برای یک فرد سالم حفره مرکزی تنه استخوان‌های دراز، این حفره این شکل، بذارید شکلشو بیارم. اینجا گفتیم که درون این حفره مرکزی مغز زرد وجود داره و مغز قرمز وجود نداره، ولی استثناء داره. توی یک فرد سالم اینجوریه، توی یک فرد سالم حفره مرکزی و مغز زرد پر میکنه. اما اون فردی که دچار کمخونی شدید بشه، دچار کمخونی بشه، مغز زرد تبدیل به مغز قرمز میشه، خونسازی انجام بشه و اون کمبود و گلبول و خون جبران بشه. پس این مورد سوم استثناء داره. یک فرد سالم مغز قرمز استخون توی حفره مرکزی تنه استخوان‌های دراز یافت نمیشه. اگر که فرد دچار کمخونی شدید باشه، بیمار باشه، اینجوری باشه، تبدیل صورت میگیره به مغز قرمز یافت میشه. نکته مهمی بود بچه، دقت کنید واقعا. اما یادتون باشه که مجرای هاورتز و مجرای مرکزی استخوان اشتباه نگیرید. ببین دوبار دارم اینو میگم، نوشتم، ولی بازم دانش آموز که میاد تست میزنه اشتباه میگیره و تست اشتباه میزنه. دقت کنید، یه مرکز و یه مرکزی رو اشتباه حساب کنید، مجرای استخوان مجرای هاورتز اشتباه حساب بکنید، کلا اون تست دست دادید. اینو دقیق دقت کنید بشه. مثال این اشتباهی که بچه‌ها انجام میدن توی فصل عصبی هم انجام میدن. شیب غلظت و با تراکم غلظت و با اختلاف غلظت همه اینا رو اشتباه میگرفتن توی اون نمودار پتانسیل عمل. ما گفتیم شیب غلظت اینجوریه، اون اختلاف غلظت فرق میکنه، بازم بچه‌ها اشتباه میگرفتن و تست اشتباه میزدن. انواع یافته‌های بنیادی موجود در مغز قرمز استخوان رو نام ببرید. یافته‌های بنیادی که در مغز قرمز استخوان وجود داره 3 دسته میشه. یافته‌های بنیادی لنفویدی که لنفوسیت‌ها رو میاد ایجاد میکنه. لنفوسیت‌ها نوع گلبول سفید بدون دانه هستن. یا دسته دوم یافته‌های بنیادی میلویدی هستن که منشأ تمامی گلبول‌های سفید دانه دار، برخی گلبول‌های سفید بدون دانه مثل مونوسیت، همچنین مگاکاریوسیت‌ها و گلبول‌های قرمز هم از همین بخش میلویدی منشأ میگیرند. توی بخش لنفویدی نکته ترکیبیش هم بگیم دیگه، الان اینجاییم. نکته ترکیبی بخش ایمنی هم بگیم، همینجا که هستیم. چی میگیم لنفوسیت ها که نوع گلبول سفید بدون دانه هستن، 3 نوع هم هستن. لنفوسیت ها 3 نوعن. اینها میشه بیوتی و کشنده طبیعی که بیوتی جزو دفاع اختصاصی خط دوم هستن، کشنده طبیعی خط دومه و دفاع غیر اختصاصی شاملش میشه. یه بار دیگه بریم. یافته‌های بنیادی لنفویدی گروهی از گلبول‌ها رو لنفویدی میاد گروهی از سفیدهایی به نام لنفوسیت رو میسازه. این لنفوسیت‌ها 3 نوع هستن، بیوتی و کشنده طبیعی که سفید بدون دانه هستن. بیوتی دفاع اختصاصی خط سوم نقش داره، کشنده طبیعی توی خط دوم دفاع غیر اختصاصی نقش داره. میریم سراغ میلویدی یا مگاکاریوسیتا رو وجود میاره که مگاکاریوسیتا حسه‌دار هستن توی خود همون مغز استخوان، توی همون مغز استخوانی که هست قطعه میشه، تو همون مغز استخوان قطعه‌های کوچیک وجود میاد وشن پلاکت تبدیل میشه. اینو قشنگ دقت کن، توی همون مغز استخوان مگاکاریوسیتا در مغز قرمز استخوان ساخته میشه، در همون مغز قرمز هم قطعه میشه، پلاکت ها رو ایجاد میکنه. و یه سو دیگه هم گفتیم که گلبول‌های قرمز در وجود دارند که توی تبادل گاز و تنظیم پی بدن نقش دارند. و میرسیم سراغ سفیدها. تمام گلبول‌های سفید دانه‌دار و مونوسیتی که بدون دانه هم هست رو تولید میکنه. سفیدها مثل نوتروفیل، بازوفیل، اوزونوفیل، اینها نوع سفیدهایی هستن که دانه دار هستن.
نوتروفیل با بیگانه خوارا مبارزه میکنه. بازوفیل توی حساسیت هیستامین ترشح میشد، واسه گشاد شدن رگ‌ها میشد، یه دانه تیره داشت. اوزونوفیل انگل‌های درشت رو میکش با ترشح ضد انگل. و مونوسیت هم چی بود؟ بدون دانه بود، گلبول سفید بدون دانه که توی تبدیل به ماکروفاژ و دندوتی نقشاش فاگوسیتوت میکرد. این نکته ترکیبی مربوط به فصل ایمنیه. ممکنه بچه‌هایی که الان وارد سال 11 شدن اینها رو ندونن، سخت باشه براشون که بخواین اینا رو متوجه بشن، ولی اصلا جای نگرانی نداره. بچه‌ای که الان پشت کنکوری هستن یا درازامی هستن اینا رو بلدن، خیلی براشون مفیده این ترکیبیا. ولی اگه بچه‌ای ورودی 11 هستید هیچ اشکالی نداره، 2 تا فصل جلوتر اینو یاد میگیرید و الان ترکیبی باشه یاد میگیرید، خیلی خوبه، چون کتاب مرور میکنید این نکته ترکیبی رو نوشتید بهتر درکش میکنید. به سراغ ادامه کار میگه توجه کنید که انواع دیگه از یافته‌های بنیادی وجود داره که تو سال 12 اینو میخونید. سال 12 میگه چی؟ میگه یافته‌های بنیادی میان توی محیط‌های کش استفاده میشه و یافته‌های خونی، مایچه اسکلتی و قلبی تمایز پیدا میکنه. خب اینم از این. بریم مثل نکته ترکیبی دیگه بگیم به چسب همچین بدن. اریتروپویتین که مترشح هست، لوکینات گرفتم، مترشح از برخی از یافته‌های کبدی و کلیوی هست. ببین اریتروپویتین که این هورمون توسط برخی یافته‌های کبدی و کلیوی ترشح میشه. گیرنده داره این هورمون. گیرنده این هورمون در مغز و استخوان وجود داره و به طور طبیعی باعث جبران کاهش روزانه گلبوله‌های قرمز در بدن میشه. ترکیب سال 10 حتما خوندید اینو. اریتروپویتین از برخی یافته‌های کبد و کلیه ترشح میشه، بهش میره روی مغز و استخوان تاثیر میذاره و باعث جبران کاهش روزانه گلبوله‌های قرمز در بدن میشه. نکته ترکیبی دیگه که میخوام بگم این همچین بدن میچسبه. این نکته ترکیبی ترکیبی با سال 10 2 تا فصل دوم و 4 10. نکته ترکیبی به هم فصل گوارشه و همه ده جلوتر گردش مواد اینا میخونید. خیلی فصل نکته قشنگه. ویتامین B12 گوش خوب، ویتامین B12 برای ساخت گلبولهای قرمز ضروریه. ویتامین B12 برای ساخت گلبولهای قرمز ضروریه. درسته؟ ویتامین B12 که برای ساخت گلبولهای قرمز ضروریه، اگر وجود نداشته باشه این دچار مشکل باشه، فرد دچار کمخونی شدید میشه. یکی از عوامل بروز این کمخونی به خاطر اینه که یافته‌های کناری غده معده که در این حالت ترشح کلوریک اسید و فاکتور داخلی رو کاهش میده و باعث میشه که جذب ویتامین B12 کاهش پیدا کنه. پس ویتامین B12 برای ساخت گلبول قرمز واقعا ضروریه و اگر این وجود نداشته باشه و دچار اختلال بشه، اونم چجوری یافته‌های کناری غده معده دچار مشکل بشه، باعث میشه که کلوریک اسید و فاکتور داخلی معده جذب نشه. نکته دومی که وجود داره فولیک اسیده. فولیک اسید برای تقسیم یافته‌های طبیعی ضروریه. کمبود هم واسه چی میشه؟ واسه کمخونی و فرد مبتلا به کمخونی میشه، گلبولهای قرمزش کم میشه. این نکته خیلی قشنگی بود. همچنین چسبید به آدم. گفتیم که مغز قرمز و مغز زرد داریم. مغز زرد بیشتر از بافت چربی تشکیل شده و توی کمخونی‌های شدید گفتم توی تبدیل مغز قرمز بشه. توی میگیم هم مغز زرد و هم مغز قرمز استخوان تو رگ لنفی میبینی، اعصاب میبینی، رگ خونی میبینی. چه در مغز قرمز چه در مغز زرد و استخوان رگ لنفی، رگ خونی و اعصاب وجود داره. حالا مغز قرمز و مغز زرد مویرگاش چه مدلیه؟ چه نوعی هستن؟ مغز زرد مویرگاش از نوع منفذ داره و مغز قرمز مویرگاش از نوع پیوسته است. این نکته قشنگی بود، اینم ترکیبی بود. و دیگه اینکه فکرم تقریبا میشه گفت بیشتر نکته رو گفتیم، چیز جای ننداختیم، نکته گفته شد و یه ذره برم جلوتر ببینید هست یا نه. در مورد
کلسیم خون بگیم، این یک صفحه جلوتر در مورد تشکیل و تخریب استخونه. میگیم که استخون‌ها وقتی که میخوان متراکم بشن، محکم بشن، 3 تا عامل وجود داره که حالا من دیگه بهش نمیگم الان، جاش نیست که بگم چون مبحثمون یه چیز دیگه است. ولی میخوام در مورد کلسیم خون بگم. گفتیم ماده زمینه کلسیم داره، منیزیم داره. کلسیم حالا یا توی خوناب خون کم میشه یا کلسیم در خوناب زیاد میشه. 2 تا حالت داره دیگه، یا کلسیم خونمون کمه یا کلسیم خونمون زیاده. حالا میخوایم در مورد هورمون در این باره صحبت کنیم. هورمون کلسیتونین و هورمون پاراتیرویدی. میگه زمانی که توی خون ما کلسیم زیاد باشه، هورمون کلسیتونین که مربوط بخش قشری غده فوق کلیه است، از برداشت شدن کلسیم از استخوان‌ها جلوگیری میکنه. میگه خیلی خب ما توی خون کلسیم کافی زیادی داریم، دیگه نیازی نیست کلسیم استخوان بعضی وارد خون کنیم. این کلسیتونین میاد جلوگیری میکنه از این اتفاق. حالا برعکسش چیه؟ کلسیم خوناب کاهش پیدا کرده. هورمون پاراتیرویدی میاد واسه همایستایی کلسیم میشه. چیکار میکنه؟ کلسیم از ماده زمینه استخوان جدا میکنه و آزاد میکنه وارد خونابش میکنه. اینجوری کلسیم خوناب کاهشش جبران میشه، به حالت همایستایی میرسه. این از هورمون کلسیتونین و هورمون پاراتیرویدی که نکته‌هاش باید میگفتیم. در مورد هسته یافته‌ی استخوانی بگیم. در مورد هسته یافته‌ی استخوانی چی می‌خوایم بگیم؟ اینجوری می‌خوایم بگیم که اوکی، هسته یافته‌ی استخوانی توی شکل کتاب درسی وجود داره. من یه استاپ بزنم پی دی اف کتاب درسی رو بیارم که گفتم آخر ویدیو قولش به شما بدم یا پاوز کنیم. این همون شکلی که می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم. اولش که همون لایه بافت پیوندی بیرون استخوانه که 2 لایه است، ببینید اینجا این همون مجرا است که این رگ‌های خونی با بیرون استخوان ارتباط میکنه، این مجراست. و اینم یافته‌ی استخوانیه. یافته‌ی استخوانی همونجوری که میبینید منشعب از این سری زوایای سیتوپلاسمی دارن و شما هم هسته اون رو میبینید که نسبتاً بزرگ و در مرکز اون قرار داره. و دیگه نکته دیگه میخوایم بگیم که تنها گروهی از یافته‌ی استخوانی فضای بین هاورس رو پر کرده. میبینید یافته‌ی استخوانی که فضای بین هاورس رو پر کرده. یافته‌ی استخوانی هم یک سری زواید گفتیم داریم که به هم دیگه متصل شده و این نکته قشنگی که وجود داره و فکر کنم توی این نکته رو هم توی استوری اینستاگرام گذاشتم، اینه که یک سری یافته‌ای هستن که زواید سیتوپلاسمی دارن. توی کتب درسی 3 سال میخونیدش. یکیش همین یافته‌ی استخوانی هست که زواید سیتوپلاسمی داره. یکیش یافته‌ی استخوانی تک‌لایه استوانه‌ای تک‌لایه درون روده هستش. یک سری یافته‌ی مکعبی درون لوله‌ی پیچ‌خورده نزدیک هست که ریسپورز هم داشت. پودوسیتاس یافته‌ی تار کشنده است. نورون هاست یافته‌ی استخوانی که الان داریم میخونیم، یافته‌ی دندریتی و ماکروفاژ. اینا یافته‌ای هستن که زواید سیتوپلاسمی دارن. و اینم از نکتهش. تقریبا میشه گفت تمام نکته رو گفتیم. براتون امیدوارم مفید بوده باشه. در پناه حق، خدا نگهدار.